درباره یکی از ملموس‌ترین پروژه‌های نظامی چین صحبت کنم. سلاح لیزری که آیا واقعاً میتونه با نور پهباد و حتی موشک را نابود کرد؟ سلام، امروز میرم سراغ سلاح لیزری چین. آیا میشود با نور جنگید؟ چین در دهه اخیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی روی فناوری پیشرفته کرده. یکی از این فناوری‌ها لیزرهای نظامی هستند، سلاح‌هایی که شلیک آنها تقریباً رایگان و سرعتشان برابر با سرعت نور است. چین میلیاردها دلار خرج کرده برای لیزر جنگی، سلاح‌های با سرعت نور و شلیک تقریباً رایگان. سلاح‌های لیزری از دهه 1970 شروع شدند. آمریکا و شوروی اولین بودند، اما چین کمی دیرتر وارد میدان شد و حالا داره از همه جلو رو میزنه. لیزرهای نظامی از دهه 70 میلادی شروع شدند. چین حالا به یکی از قدرت اصلی تبدیل شده است. یکی از معروفترین این سلاح‌ها LWC است، سیستم برای سرنگونی پهباد و موشک‌های کوچک. این لیزر می‌تواند هدف‌ها را در چند ثانیه بسوزاند یا نابود کند. چین همچنان روی پروژه‌های مخفی مثل لیزر فضایی کار می‌کند، سلاحی که حتی می‌تواند ماورا را کور کند. لیزر LWC برای نابودی پهپاد و موشک. چین حتی به فکر لیزرهای فضایی هم هست. این لیزرها کاربردهای زیادی دارند. در نبردهای هوایی می‌توانند پهپادها را بزنند. روی کشتی‌ها نصب می‌شوند تا از حمله موشکی جلوگیری کنند و حتی می‌توانند از تأسیسات مهم دفاع کنند. نابودی پهپادها، دفاع از کشتی‌ها، محافظت از تأسیسات. مزیت بزرگ این سلاح این است که هر شلیک آن تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد. سرعتش هم سرعت نور است، اما مشکل بزرگ آن آب و هوا، باران، مه و گرد و غبار میتواند لیزر را ضعیف کند. مزایاها سرعت نور، شلیک ارزان، معایب ضعیف در مه و باران. کارشناسان میگویند تا 10 سال آینده چین شاید از این لیزر را در جنگ‌های فضایی هم استفاده کند. آینده جنگ‌های فضایی با لیزر. به نظر شما آیا این سلاح‌ها جای موشک امروزی را میگیرند؟ در کامنت ها بنویسید این لیزرها جای موشک را میگیرد؟ نظر شما چیه؟